نشر نوبتی برنامه خبری رادیوی آزادی مستقیما پیشنهاد شماست. امروز 26 اپریل است و من شالوی گلخوجه اخبار و گزارش‌های مهم رو معرفی میکنم. امروز در برنامه تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون از دو بانک بین‌المللی کمک خواست. چرخه اول نیروگاه ماه نوامبر امسال به کار می‌دارد. روسیه اعلام کرد که به زودی سوریه صاحب سیستم نوی ضد موشکی می‌شود، اما چی نوی سیستم را تقدیم می‌کند آشکار نکرد. زمین غلادانه به جای میدان فوتبال، لولیتاباران نویه واسه میگویند توان تأسیسی دسته پرقوت را دارند ولی جا برای تمرین نیست. شما کی بازی میکنین بعضی وقتا نمیمونن سر میکنن میگن که جای شما نیست شما نیم بازی نکنین خواهیم ما موضوع عوض داریم. در حالی که تاجیکستان تصمیم گرفته است چرخه‌های اول نیروگاه راغون را آخر همین سال فعال کند، تلاش‌های حکومت برای جلب سرمایه زیاد به خاطر ادامه کار دوام دارد. بعد به فروش گذاشتن یوراباندها تاجیکستان از چند نهاد بین‌المللی خواسته در این طرح برای کشور مهم سهم بگیرند. از جمله یک هیئت تاجیکستان در ملاقات اخیر خود در واشنگتن با نمایندگان بانک‌های جهانی از طرح راغون به عنوان برنامه آینده‌دار توصیف کرده آنها را به همکاری دعوت نمودند. میرزا نبی خالقزاد در این باره بیشتر می‌داند. مقامات بلندپایه تاجیکستان از دو مؤسسه بین المللی مالی دعوت به عمل آوردند که در طرحهای گیدروانرژتیکی تاجیکستان و طرحهای مهم و حیاتی این کشور سهم بگیرند. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان در یک ملاقات در واشنگتن از نمایندگان بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ملاقات با معاون رئیس این بانک وزیر هودک دعوت به عمل آوردند که در طرحهای مهم گیدروانرژتیکی تاجیکستان سهم بگیرد. بانک ملی روز 25 اپریل در یک بیانیه رسمی گفت وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده و رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمدزاده ضمن باخوری با وزیر هودک اظهار داشتند که اقتدار گیدروانرژتیکی تاجیکستان زیاد است و راغون اهمیت منطقوی دارد. از این رو از بانک اروپایی سرمایه‌گذاری دعوت کردند که در تطبیق این لایحه و لایحه‌های دیگری سرمایه‌گذاری شرکت نماید. از این پیشتر جلال الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی هم در ملاقات با معاون رئیس بانک اروپایی بازسازی و رشد یورگن ریکتارینگ خواسته است که در جلب این مؤسسه برای سرمایه‌گذاری در راغون مساعدت نماید. به گفته بانک ملی جلال الدین نورالیف قید کرد که برای تاجیکستان تطبیق لایحه‌های ساحه گیدروانرژتیک در افضلیت قرار دارد. به قول بانک ملی جمال الدین نورالیف برای شرکت بانک اروپایی بازسازی و رشد در تطبیق لایحه راغون و تحکیم بخشیدن همکاری در این سمت دعوت به عمل آورده است. دعوت مقامات بلندپایه تاجیکستان برای جلب سرمایه مؤسسه‌های بین‌المللی ظاهراً بیانگری آن است دولت مبلغ کافی برای ادامه ساختمان ندارد و می‌خواهد قرض با امتیاز از این سازمان ها بگیرد. عین زمان ساختمان راغون از حساب پول یوروباندهای تاجیکستان ادامه دارد که کشور به مبلغ 500 میلیون دلار فروخته است، اما بهره این قرضها کلان است و ممکن است تاجیکستان آن را به آسانی پرداخت نتواند. دولت تاجیکستان راغون را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلو تا آخر امسال یک از توربینه‌های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. دولت تاجیکستان چنین می‌حسابد که بهره برداری کامل از نیروگاه برقی راغون می‌تواند که این کشور با نیروی برق کافی تامین شود و همچنین به کشورهای منطقه نیز نیروی برق صادر کند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم با موضوع دیگر. نظامیان روسیه میگویند که به زودی به سوریه سیستم نوی ضد موشکی خواهند داد. این اعلان 2 هفته بعد از آن صدا می‌دهد که آمریکا و بریتانیا و فرانسه تأسیسات کیمیاوی سوریه را بمباران کردند. سرگئی روتسکوی روز 25 اپریل در شهر مسکو گفت سوریه را به زودی با سیستم نوی ضد موشکی تامین می‌کنند، ولی نگفت که این سیستم چگونه خواهد بود. پیشتر از این مطبوعات روسیه خبر داد که مسکو مسئله فروختن سیستم پیشرفته S-300 را به سوریه بررسی دارد. کشورهای غربی بعد از آن تأسیسات کیمیاوی سوریه را موشکباران کردند که در نتیجه یک حمله ظاهراً کیمیاوی در شهر دومو در روز 7 اپریل 40 نفر کشته شدند. غرب میگوید که حمله کاری دستی حکومت بشار اسد بود. روسیه و سوریه این ادعا را رد میکنند. چند پیش روسیه از تاجیکستان دعوت کرد که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حیث ناظر شرکت کند. مسکو و سال 2014 زمان تأسیس این سازمان دوشنبه را برای پیوستن به آن تشویق میکند. در حالی که تحلیلگران میگویند با پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشور فایده زیاد اقتصادی نمیگیرد، یک سنگ بزرگ در ترازوی وارد شوم یا نشوم تاجیکستان مهاجرانند که اکثریت جانبدار پیوستن کشور به این سازمان میباشند.
برخی اقتصادشناسان میگویند عضویت تاجیکستان در اتحاد اوراسیا نه تنها همه مشکلات مهاجران کاری را از بین میبرد، بلکه درآمد آنها را 2 برابر افزایش میدهد. سال گذشته نزدیک 1 میلیون تاجیک برای کار بر روسیه رفته و 2.5 میلیارد دلار فرستادند. اقتصادشناسان فضای یگانه اقتصادی و جایهای نوی کاری را به عنوان افضلیت‌های نام میبرند که با عضویت در اتحاد اوراسیا فراهم می شود. طبعا یکی از طلبات‌های اساسی حرکت آزادی سرمایه است. این به آن معنی است که صاحبکاران ما بر رقابت آزاد جلب می شوند. با وجود چنین دورنما تاجیکستان برای وارد شدن به این اتحاد سراسیمه نیست. مقامات میگویند تجربه کشورهای دیگری عضو را می آموزند، ولی تحلیلگران مستقل مانعه اصلی را برای وارد شدن به اتحاد در تجارت‌های بزرگ می‌بینند که به حکومتداران تعلق دارند. تاجران تاجیک با منصبداران دولتی علاقمند آیا می توانند رقابت پذیر باشند؟ آنها از این رقابت می ترسند. آنگاه رقابت آزاد خواهد شد. در این حالت وضع صاحبکارانی که صدها میلیون دلارشان توسط رقابت آزاد به دست نآمده است در وضعیت ناگوار قرار خواهند گرفت. صرف نظر از بعض برتری ها، برخی از کارشناسان بر اینند که تاجیکستان باید شتاب نکند، بخصوص با شرط هایی که قرقیزستان و ارمنستان عضو این سازمان گشتند. در صورت غیر تاجیکستان به یک دولت دستنگر تبدیل می یابد. همراه شوی به چنین اتحادیه های اقتصادی در آن حالت مفید است که اگر با شرایط خوب به آن وارد شوید. وقتی اقتصادیات کشور شما نزدیک و یا برابر با دولت های دیگری عضو است، آن وقت به صدای شما گوش می دهند و شما می توانید چیزی را حل کنید. حالا ما می بینیم که بیشتری ها در قرقیزستان از این عضویت راضی نیستند. در قزاقستان نیز همین گونه. چرا؟ برای آنکه نظر به دیگر دولت های عضو رشدی کمتر دارند. اما طرفداران و مخالفان ورود تاجیکستان به اتحاد اوراسیا میگویند پیوستن کشور به اتحاد تنها کاری وقت است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در پاکستان افراد خنثی از آزار و اذیت زیاد شکایت میکنند. با وجود آنکه قانون‌های این کشور رسما تبعیض خنثی‌ها را منع کرده است، اما تا به حال حالت‌های زیاد قتل آنها ثبت شده است. اکنون این افراد تنها امید به همجنسانشان دارند و برای حمایت از حقوقشان در جامعه مبارزه میبرند. تفصیلات از طاهر سفر. جهاد از ناحیه سوات پاکستان است. خنثی‌ست و رقص را دوست می‌دارد. بعد از آنکه عائله از او رو گرداند برای زندگی به پشاور آمد. وقتی طالبان به سوات آمدند و اوضاع خراب شد، اهل عائله به من تهدید میکردند که اگر رفتارم را تغییر ندهم به طالبان میسپارند. دیگر کاری طالبان خواهد بود که مرا زنده به گور میکنند یا آتش میزنند یا میکشند. من سخت ترسیدم چون طالبان به مردم بسیار ظلم میکردند. وقتی به سوابی آمدم افرادی مثل خودم را دیدم، خوشحال شدم. پیش از آمدن به اینجا فکر میکردم یگانه انسانی خنثی در جهان من هستم و این گناه است. بعد ملاقات با خنثی‌های دیگر خوشحال و مطمئن شدم و فهمیدم که مثل من انسان‌های دیگر بودند. جهاد با همجنسان دیگرش در یک خانه اجاره می نشینند. چون شانسی بسیار کمی یافتن کارهای دیگر را دارند، با رقاصگی در توی‌ها و جشن‌های خصوصی روز می‌گذرانند. برای پول بسیار کم می‌رقصیم. حتی همین هم بسیار کم است. منبع درست و دائمی درآمد نداریم. برای اجاره خانه 25,000 روپیه تقریباً 216 دلار می‌دهیم. برای لباس و آرایش و دیگر چیزها نیز پول لازم است که یافتنش آسان نیست. دیگر افراد خنثی مثل بابی دوست جهاد میگوید اذیت و آزار زیاده دیده است. یک شب به جشن رفتیم. وقتی برگشتیم افراد مسلح خواستند پیش راه ماشینمان را بگیرند. با تیراندازی شروع کردند. به بسیاری از دوستانم تیر رسید. 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. تنها من آسیب ندیدم. افراد مسلح آمده پول گفتند. تلفن‌هایشان را گرفتند. بعد مرا تجاوز کردند.
سال 2016 یکی از حامیان حقوق خنثی‌ها با نام علیشه را کشتند. قتل او یکی از حمله ها به خنثی‌ها در پاکستان است که در چند سال پیش افزایش یافته است. از سال 2015 به گفته حامیان حقوق در پاکستان 50 خنثی را کشتند. ولی علامت‌های از حرکت‌های مثبت برای حفظ حقوق خنثی‌ها به چشم می‌رسد. ماهی مرد پارلمان پاکستان قانون منع تبعیض خنثی‌ها را قبول کرد که اجازه می‌دهد جنسشان را خودشان انتخاب کنند. بعضی از ملاها نیز به حمایت آنها صدا بلند کردند. خنثی‌ها هیچ کمی ندارند. آنها مثل مرد و زنها مخلوق خدا هستند. جاهت و رفیقانش برای قبول شدن در جامعه مبارزه سختی در پیش دارند. حالا فقط در جامعه خودشان دستی همدیگر را میگیرند و مثل اهلی خانواده هستند. ما در لحظه شادی و ماتم شریک غم همدیگر هستیم. ما فقط یکدیگر را داریم، دیگر هیچ کس را. برمیگردیم به تاجیکستان. جمعیت بیش از 300 نفری مسیحیان را در ناحیه یاون دوزی صلیب و پنجره‌های قبرستان به تشویش آورده است. آنها میگویند ساکنان محلی به خاطر جمع‌آوری آهن‌پاره که هر کیلویش از 1 تا 5 سومانی قیمت دارد صلیب و پنجره‌های آهنی را می‌دزدند. کیومرثیت تا موضوع ادامه می‌دهد. مسیحیان ختلان میگویند پنجره‌های اطراف قبرها و صلیب‌های بالای گور نزدیکانشان را می‌ربایند. ایجو بردن، ای پایان بردن، ایشو بردن، یا 50 60 بردن. در ناحیه یاون 2 قبرستان مسیحی وجود دارد. بابا رجب 82 ساله آنها را پاسبانی می کند و چند دفعه از این جای دزدان را رانده است. این لوحه آهنی را بابا رجب نورسیدوف از دست دزدان کشیده گرفت، ولی نمیداند به کدام گور تعلق دارد. اولم سگری به کار خوجی گرفتن. کار نیست. میدوزه میبره ریزه میکنه میبره و هم پرده میکنه. باید پول در کار. در ناحیه یاون 360 مسیحی زندگی میکنند. آنها از ولنگار شدن گورها به مقامات شکایت کردند و انتظار جواب آنهایند. مسیحیان به تدبیر اندیشی میلیسا باور دارند، چون که مراجعت های قبلیشان نتیجه داده است. 2 года назад даже там 2 женщин поймали, которые чисто случайно поджог устроили националки. Поэтому местные власти у нас реагируют нормально. بابا رجب نورسیدوف هم کارش را جدی میگیرد و پاسبانی را ادامه میدهد، چون میداند که دزدان برای بردن صلیب برمیگردند. و جوانان لولی در ناحیه ووسی 8 سال پیش دسته فوتبال تشکیل کردند. اکنون میخواهند مقامات زمینی را برای بنیاد میدان ورزشی به آنها جدا نماید. چون چرا این موضوع در گزارشی نوبتی. تاریخ فوتبال گواه است که از همین گونه میدان‌های ناآباد ستاره‌های رشد کردند. بچه‌های دهه زرکاران که لولی تبارند در تیم خود یکدیگر را با نام ستاره‌های فوتبال صدا میزنند. باور دارند با این نام‌ها صدا زدن یکدیگر بازیگران را به شور می‌آورد. защитникои خوب هم داریم، نه کاپیتان کماندامو با گفته موسیقی خیوراموس میگیم. داریم مارسلو ورید نفس نیم حمایتگرای بهتری داریم. یک چند سال پیش ساکنان دهه زرکاران ناحیه واسه تیم خاص لولیان را با نام حاجیان تأسیس دادند و حالا تا 60 بازیگر دارند. 3 کماندا داریم. یک کماندایی که می‌بینید حالا همین بچه‌های کلانا هم با بعدیو ایودا با مایداتر با ایودا با مایدا داریم. اون مایداش هم بسیار نقض بازی میکنند. نیتی تأسیس دسته میتوان گفت به تلاش تعیین جایگاه قومشان در جامعه ربط میگیرد. لولی ها احساس تنهایی دارند و میخواهند. این چند مطالب مهمی بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه azadi.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. شکل کامل این گزارشی که در پیشنهاد شما شده بود شما میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.